HPV چیه؟ Human Papilloma Virus یا ویروس پاپیلومای انسانی، به معنی راحت ترش زیگیل. زیگیل ها دو دسته دارن، اونهایی که از طریق مخاط انتقال پیدا میکنن و اونهایی که با تماس انتقال پیدا میکنن، یعنی تماس حتی خشک با خشک. یعنی فرضاً شما میرین داخل استخر، دمپایی استخری که آلوده است رو میپوشید و بهتون انتقال پیدا میکنه، میرین باشگاه استفاده میکنین بهتون انتقال پیدا میکنه، یا حتی میرید مانیکور انجام میدین ابزارش آلوده است، با کسی که دستش سیگیل داره دست میدید و همین راحتی بهتون انتقال پیدا میکنه. سویه اولش اگر توی پا باشه خیلی وقتا با میخچه اشتباه گرفته میشه، در صورتی که با هم دیگه متفاوتن، هر دو درد دارن، ظاهرشون تقریبا شبیه همه، ولی کسی که آشنایی داره این دوتا رو میتونه از هم تشخیص بده. پزشک یا پودولوژیست باید حتما مراجعه بکنید، تشخیص بده کدوم یکی از ایناست، هر کدوم روش درمانی خودش رو داره. جاهای عمومی وقتی میرید حتما بهداشت رو رعایت بکنید، از وسایل شخصی استفاده بکنید. اگر از وسایل عمومی داریم استفاده میکنید مطمئن باشید جایی که میرین تمیز هست. مورد دوم زیگیل هایی هستن که از طریق مخاط انتقال پیدا میکنن، مثلا راههای جنسی، از طریق گوارش، دهان، بینی، حلق، یا از طریق مادر به فرزند موقعی که داره در واقع بهش شیر میده یا موقع زایمانش. حتی گونه دومش بسیار بسیار مهم هست، چون توده های خوشخیمی نیستن، سویه های مختلف داره، ولی سویه 18ش توی خانم ها اگر به دستگاه تناسلشون راه پیدا بکنه میتونه باعث سرطان دهانه رحم بشه که بسیار خطرناک هست، پس حتما پیگیری بکنید.